شام 30 مارت در شهر خوجند در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان با اشتراک پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نوروز را جشن گرفتند. در نوروز زیاده از 20,000 آدم اشتراک کردند و خود حاضر تقریبا ساعتی 21:00 همه به خانه‌هایشان برگشته ایستادند. برادرانی که در داخل وطن هستید و بیرون از وطن، از هر یک شما احترامانه خواهش میکنم برادران در پایین ویدیو و در زیر کامنتار یک سیلکه کانال رو زاکریپیت کردگی هستیم برادران. اگر شما خواهید که نوارهای ما تیز برایت در همون کانال در اومده پادپیساتسا کنید. 30 ثانیه وقتی شما نمی رود، اما این یک دستگیری کلان از طرف شما می باشد. گذشتن گرانیتسا مسکو ماسکوفسکی اوبلاست سانت پتربورگ قزاقستان زیاده از 5-6 ماشین دارند. رانندگان زیاده از 10 سال استاژ کاری دارند. 24 ساعت در خدمت شما هستند. کدام روز خواهید شما را برده از گرانیتسا گذرانده میآیند. اگر حجت‌هایتان یگان مشکلی دارد این برادرها کمک میکنند. نمرهایشان در روی اکران اسکرین شات کرده گیرید یا در واتساپ هایشان نویسید. سلام علیکم برادران. من امروز 30 مارت ماه شریف رمضان به هر یک شما مبارک. من نوروز در استادیوم خوجند جشن گرفته ایستادند. کشورم سعادتی یگانه ای مادرم، محبتی یگانه ای باورم، برای جاویدانه ها. ای مهنم ترانه ای دلم، ای گلشنم تراوتی دلم، جان و تنم برای تو بادا فدا. وطنی جان بپیش همیشه بپیش، ملکی جانان بپیش همیشه بپیش، سخنی پیش و رهنمای ما تاجیکستان بپیش همیشه بپیش. وطنی جان بپیش همیشه بپیش، ملکی جانان بپیش همیشه بپیش، سخنی پیش و رهنمای ما تاجیکستان بپیش همیشه بپیش.
شکاویان ای منظره نشان جنتی جهان آب و گلم نثار گلشنت جان و دلم بهار روشنت سر منزلم خماری سبزی دامنت بپیش بپیش همیشه بپیش 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 همیشه بپیش ای کشورم سعادتی یگانه ای مادرم محبتی یگانه ای باورم برای جاویدانه ها ای میهنم ترانه ای دلم ای گلشنم تراوتی دلم جان و تنم برای تو بادا فدا وطنی جان بپیش همیشه بپیش ملکی جانان بپیش همیشه بپیش سخنی پیش و رهنمای ما تاجیکستان بپیش همیشه بپیش وطنی جان بپیش همیشه بپیش ملکی جانان بپیش همیشه بپیش سخنی پیش و رهنمای ما تاجیکستان بپیش همیشه بپیش